با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز. من دکتر پرویز رشمن هستم، متخصص درمان‌های طبیعی از کانادا. تقریبا مدت 6 سال تو دبی دارم زندگی میکنم. داستان درس خوندن من و گرایش من به سمت درمان‌های طبیعی از زمانی شروع شد که توی ایران توی سیستم طبیعی پزشکی معمولی پزشکی مدتی کار کردم. بعد رفتم دنبال خوندن درس دندونپزشکی توی کشور اوکراین، چند سال اونجا بودم. بعد تصمیم گرفتم که برم کانادا که رفتم شرایط بهتری برام مهیا شد که حق انتخاب بیشتری داشتم به دلیل تجربیات قبلی، مخصوصا در مورد مشکلات بیماری‌های مزمن و درمان سخت اونا با روش‌های معمولی پزشکی و داروهای شیمیایی. این ایده تو ذهن من ایجاد شد که برم چیزی بخونم که بتونم جواب بهتری داشته باشم برای برخورد با این مشکلات. آلترناتیو مدیسین یا طب طبیعی یا طب البدیل که اینجا به عربی بهش میگن، اون شانس به من داد که بتونم نگرشمو به کانسپت بیماری و سلامتی تغییر بدم، بتونم بهتر بفهمم، بتونم تعادل رو بفهمم، بتونم معنی واقعی سلامت رو بفهمم. در طی مدت درسی که خوندم چیزای طبیعی، علوم طبیعی پزشکی خیلی زیاد شاملش بود، شامل گیاهای دارویی، طب سوزنی، نمیدونم سیستم‌های کاریپرکتیک، غذا و مواد غذایی و اثرات اونها روی بدن، به علاوه تمام علومی که به طور طبیعی توی دانشکده‌های پزشکی معمولی دنیا تدریس میشه. ما حتی اونجا کورس‌های کامل فارماکولوژی هم باید می‌خوندیم و می‌گذروندیم. به هر حال بعد از اون یه مدتی کانادا کار کردم، بعد به دبی اومدم. قبل از اومدن اینجا با سیستم‌های کوانتوم آشنا شدم برای اولین بار. این مال زمانی بود که سیستم‌های کوانتوم خیلی تازه وارد بازار دنیا شده بود و این یه علم قرن 21 در نتیجه من شدم پایونیر یا پیشرو به پزشکی کوانتوم، مخصوصا توی منطقه خاورمیانه. توی مدت 6 سال گذشته من با این دستگاه‌ها کار کردم که به من توانایی فهمیدن روش‌های درست و تشخیص درست از غلط خیلی بهتر داد. کوانتوم یه سیستمی توی فیزیک هست که با تفاوت‌های خیلی کوچیک انرژی سر و کار داره. همونطوری که یه سگ از راه دور میتونه ترس شما رو حس بکنه، سیستم‌های کوانتوم به ما قدرت میدن که بتونیم شرایط واقعی وجود داخل بدن رو بفهمیم. در زمان اون ترس، انرژی به خصوصی در مورد ترس از بدن ساطع میشه که فقط و فقط مربوط به ترس هست و سگ یا حیوان‌های دیگه به عنوان یه آنتن قوی این سیگنال انرژی رو میگیرن. دستگاه کوانتوم هم به همین شکل کار میکنن. سیگنال‌های الکتریکی و انرژی رو از بدن طرف، حالا بیمار نمیتونیم بگیم چون خیلی‌ها میان اصلا بیمار نیستن، میخوان شرایط سلامتشون بهتر بکنن. این اسپایک های انرژی، این موج‌های انرژی و الکتریکی رو از طریق بدن انسانی رو میگیرن، اینا رو بررسی میکنن و شرایط کیفیت اینا نشون میده که چه خبر هست داخل بدن انسان. ما بیشتر از هر چیزی با بیماری‌های مزمن و بیماری‌های آتوایمیون وقتی خود بدن انسان به خودش حمله میکنه سر کار داره، چیزایی که با روش‌های معمولی تقریبا قابل درمان نیستن. دنبال ریشه یابی هستیم، عوض اینکه بخوام بیام علامت بیماری مثل تب درد بخوام تسکین بدیم. چرا باید بدن انسان اینطوری کار بکنه که این عوارضش باشه؟ چون بدن ما به طور معمول توانایی خوب شدن داره. این کیفیت سلامت در وجود ما هست. ما توانایی داریم که از مشکلاتی که داریم به طور اتوماتیک رهایی پیدا بکنیم. این وسط اتفاقی میفته که ما بهش میگیم بلاکج. یه چیزی این وسط این روند رو سدش میکنه، محدودش میکنه، مردم گیر میکنن، نمیتونن به حد توانایی سلامت سابق برگردن. دنبال اون هستیم که ما اون رو پیدا بکنیم. فیزیکی هست، روحی هست، عاطفی هست، اسپریچوالی یعنی روحی و روانی و این دو چیزا. هر چی که باشه ما باید این عامل رو پیدا بکنیم، سعی بکنیم این عامل رو برطرف یا عوامل رو برطرف کنیم، خود به خود سلامت بازگردونده میشه. هیچ وقت از داروهای شیمیایی استفاده نمی‌کنیم مگر بسیار بسیار به ندرت. البته من نمیگم که نباید اصلا استفاده بشه، مسئله اورژانس و دارو تو اورژانس اینا کاملا متفاوته، ولی وقتی به بیماری‌های مزمن که میاد واقعا دارو کاری نمیتونه بکنه و بیشتر ضرر میزنه، چون عوارض جانبی در طی مدت درازی که مصرف می‌کنن خودش میشه مزید بر علت. اینا باید برطرف بشه. شرایط زندگی رو تحت تاثیر قرار میدیم، باید مطالعه بکنیم اون فرد کی هست، چجوری زندگی میکنه، عادت‌هاش چیه، روش‌های غلط و درستش چیه. یعنی میشه یه سلامت بهتر برمغان آوردن برای اون شخص، چه نظر فیزیکی، چه نظر اجتماعی، چه نظر روحی و چه نظر عاطفی. اینا همه دست به دست هم میدن که بتونن شرایط سلامت رو ارتقا بدن.
بیماری هایی که زیاد از همه ما باشون در سر کار هستیم سرطان هست، به دلیلی که ما روش های فوق العاده قابل اعتماد برای کنترل و کمک به بهبود سرطان داریم. هر چقدر وایتالیتی انسان ها، اون قوه زنده بودن و حیات در وجودشون قوی تر باشه، نتیجه عمل خیلی بهتر میشه. کسایی که تازه تشخیص داده شدن برای سرطان اگر این درمان ها رو بگیرن خیلی سریعتر و خیلی با اطمینان‌تر میتونن ریکاور بشن از مشکلی که دارن، به خاطر اینکه ما روشی که داریم حتی سلول سرطانی هم نمیکشه، برعکس شیمی درمانی یا رادیو درمانی که همه چیزای بدن رو میخواد بکشه. ما میتونیم وارد سلول بشیم و اون پتوژنی که سرطان رو در وهله اول وجود آورده اون مورد حمله قرار بدیم. در مورد این زیاد توی مدیاهای دبی صحبت میکنیم، تو رادیو، تو تلویزیون، تو روزنامه‌ها زیاد می‌نویسن، منتها مرتب در حدی که زیاد باعث کانفلیکت و تضاد با عقاید دیگه نشه. بیماری‌های دیگه که زیاد باهاش سر کار داریم آلرژی هست، آلرژی‌های پوستی، جسمی، داخلی، غذا، هر چی که هست، اینا همش به دلیل عدم تعادل سیستم ایمنیه. یکی از قسمت‌هایی که خیلی زیاد ما میتونیم کمک به مردم بکنیم دیل کردن با بیماری‌های مثل آتیسم که در تو بچه‌ها اتفاق میفته، هایپر اکتیویتی که همون پرفعالی هست، لرنینگ دیسابیلیتیز که مشکلات یادگیری هستن، همشون توی یه گروه قرار میگیرن. باز اینا برمیگردن به آلودگی‌های محیطی و میزان آلودگی‌هایی که در داخل این بدن این بچه‌ها تجمع شدن. آسم باز جزء کاتگوری همین زیر مجموعه همین آلرژی و آتیسم و این حرفا هستش، چیزایی که به طور معمول سخت حل کردنش، ولی یه چیزی خیلی مهمه فهمیدنش این که سلامت و بازگردوندن سلامت دست پزشک نیست. پزشک یه معلمه که میاد اطلاعات خودش رو به طور شراکتی با بیمار تحت روی یه سبد میذارن، باید با هم کار کنن. بیماران وظایفی دارن در قبال سلامت خودشون و بازگردوندن سلامت خودشون که خیلی مهمه اینا رو بشناسن و اینا رو عمل بکنن. ولی کسی اگر بخواد بیاد اینجا انتظار داشته باشه که من تنها به عنوان یک پزشک بتونم زندگیشو تغییر بدم، یه کار غیر ممکن خواهد بود. میشه نتیجه کار من و شما با هم که بتونیم تمام این مشکلات رو ان شاءالله تا یه حدی بهبودی ببخشیم. در پایان میخوام از تهیه کننده‌های این برنامه تشکر بکنم به خاطر کمک بزرگی که میکنم برای این پیام رسانی و الان من در شرایط حاضر در کلینیکی تو دبی کار میکنم به اسم سینرژی مدیکال سنتر. شماره های تماس اون هست 2097 14 348 54 52. ما البته منشی فارسی زبان نداریم، ولی به هر حال کسی که یه ذره انگلیسی بلد باشه میتونه صحبت بکنه. شماره تلفنشون رو بذارم، من باشون تماس میگیرم. ما وبسایتمون هم هستش که من مطمئنم احتمالاً یه جای اینجا نوشته شده که شما میتونید از اون وبسایت با ما تماس بگیرید برای اطلاعات بیشتر. روز همگی بخیر.